کنم چون قبلا خط صاف یعنی طراحی کرده بودم، یعنی خط چشمم به صورت صاف بود، ولی الان نگاه کنید یکم افتاده شده، یکم اومده پایین چشمم و من میخوام اینو ببرمش بالا. پس طراحی که میتونم بکنم از این پایین بدون در نظر گرفتن این دومی که اومده پایین برم به سمت بالا. خب این خط صافی که به سمت پایین بود الان یه مقدار اومده به سمت بالا. نگاه کنید تفاوتشو. این قسمت رو من خط پایینم خیلی دوست دارم، کلا این قسمتم خیلی خوشم میاد چون چشمو باز می‌کنه، اون نیمه‌اش داره که موجه هم کنه. من این قسمتم خیلی خب بریم که امتحان کنیم ببینیم اصلا چندیم با خودمون. اصلا درد داره نداره. خیلی آروم. اوه چه خوب سر شده. دوست دارم. واقعا درد نداره. واقعا درد نداره. اکثرا اینجا ما موجه نداریم. من موجه هامو چند دفعه توی اخیراً کاشت کردم و خیلی کم پشت شده. دیروز رفتم ریمووشون کردم که بتونم خط چشمو ترمیم کنم. هنوز یه سری احساس میکنم که از این مواد تفاوت دو تا چشم این قسمت رو زدم چون اینجا من موجه ندارم. اینو کشیدم بالا که این افتادگی این سمت رو برطرف کنه. پایین یه خط نیم کوچولو زدم که چشممو بازتر درشت‌تر کنه. اصلا درد نداره. واقعا برای اینایی که میگن درد داره نمیدونم چی بگم. یعنی عالی شد. نظری چیه دید بالا؟ عالی. میخوای یه زوم کنی؟ باز بیشتر نشون بدم خط چشممو. این براتون نشون بده. خب حالا میخوایم سرم بریزیم تو چشممون که ضد عفونی میشه. نه بهش میگن اشک مصنوعی.